محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ای صفای قلب زارم، هر چی دارم از تو دارم. ای صفای قلب زارم، هر چی دارم از تو دارم. تا قیامت ای رضا جان، سر ز خاکم بر ندارم. منم خاک درم، غلام و نوکرم، و قربانی تو فدای مادرم. رضا جانم رضا، رضا جانم رضا، رضا جانم رضا، رضا جانم رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان الدین. السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر الحق. السلام علیک یا حجة الله و دلیل الارادة. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهار. السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه ووکده. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمینه. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تعود. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنut. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك
تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في ليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله. أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حقا لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق. وأشهد أن نشر حق والبعث حق وأن صراط حق والمرصاد حق والميزان حق والعشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقي من خالفكم وسعيد من عصاكم فاشهد على ما أشهدك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما استختموه والمعروف ما أمرتهم به والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين.
همه با هم دعای فرج را هم زمزمه می کنیم و قصد فرج آقامان. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد وآل محمد. أحسن أحسن. بسم الله الرحمن الرحیم. تولد هشتمین امام معصوم علی ابن موسی رضا ضامن آهو صامن الحجج و امام شفقت مهربانی بر شما مبارک باد. ای غریبی که ز جد و پدری خویش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی. چه ثناگویمت ای داور 72 ملت که ثنا خوانده خدایت، تو چه محتاج ثنایی؟ این رواقی تو و صحن حرمت همچو بهشت است، روضه از جنت فردوس و مسما به رضایی. از آن دم که ز سوز جگر و حال پریشان ناله ات گشت بلند، تقی جان به کجایی؟ ای شه یثرب و بتها تو غریبی به خراسان، سروری جمله غریبان و معین و ضعفایی. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو ای شاه که تو حج غربا فقرایی. حضور گرم و پرشور شما را در محفل امروزی که به مناسبت تولد امام رضا علیه السلام برگزار شده است خیر مقدم عرض می کنم. جا دارد که تشکر ویژه نمایم از خواهران و برادرانی که خالصانه آستین بالا میزنند و برای شکوه و برپایی هر چه بهتری اعیاد دینی و مذهبی ما زحمت میکشند. آرزو میکنم که خداوند منان به یمن و برکت این روز مقدس زیارت امام رضا علیه السلام را نصیب همه مایان بگرداند. آمین. اکنون از آقای کربلای مرتضی فیضی خواهشمندیم که برای پیشبرد برنامه تشریف بیاورند. آقای مرتضی فیضی، تا آمدن ایشان صلوات خطاب کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. احسن طیب الله انفسکم. مجلس ایام شادی هست و ایام شادی فرخنده عید امام هشتم حضرت رضا علیه السلام هست. بتانیم انشاءالله برنامه
بریدن کیک هست و عیدی ما را از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بگیریم. اگر صداها سمت خانما بره و پخش بشه که خیلی خوبه. اگر کسی نتونه از این فضای کیک و از این مجلس استفاده نکنه خب حیفه. توی خونه همیشه وقت هست آدم بره توی خونه بشینه صحبت کنه، ولی خب این برنامه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام باز هم صلوات بلند خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موقع بریدن کیک و انشالله که یک کلیپ به مدت 5 دقیقه دلای شما را به سمت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضای غریب علیه السلام روانه میکنیم که بتوانیم انشالله از مجلس و مراسم امروز بهره کامل ببریم و از زحماتی که کشیدن همه انشالله با دستای رؤوف و کرم حضرت رضا علیه السلام امشب عیدی تانا زن و مرد بگیریم، یک کف محکم و مرتب بزنیم. نشد ایام عیدی هست. من خواهش میکنم چون متعلق به امام هشتم علیه السلام است، از جناب آقای محسنی گرفته، اگر میخواهیم امضایتان امضا بشه برات کربلا از حضرت امام رضا علیه السلام، اون طوری که تو مجالس‌های جشن خودتان دست میزنید، تو مراسم‌های جشن خود اینجا که مجلس اهل بیت بود، خجالت نکشید، بزنید دست محکم. نه دیگه شما میدونید دیگه آره ولش کنید پشتی خسته نباشید. خب انشاءالله خداوند متعال در این شب در ایام ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام هستیم و این کیکی هم که میبریم فکر کنید عزیزان، تولد به جناب آقای حیدری هم ماشاءالله تیبی دیگه درست حسابی زده دیگه، معلومه که مجلس جشنه. باز هم انشاءالله خداوند به همه خیر بگیره و عیدی بگیریم از صاحب این حسینی، از صاحب این سفارتخانه، از دستای حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینم یه آخرین کفی که بخوام بزنیم چطوریه. یا علی مدد 1 2 3. احسن. حالا که آجاقا رو آوردیم دیگه خدا اشترا عجیبا. ماشاءالله. خب این کاش بچه های کوچیکم صدا بزن برای کیک بریدن. یک بهانه مرتضی جان شما اونا رو بیاره تو اتاق بیاد که موقع کیک بریدن. آره همش بگو جایزه بکنه. خب برنامه بعد انشاءالله باز آقای محسنی در خدمت عزیزان هستیم و ما هم در خدمت همگان هستیم. لایو هم داره پخش میشه چون ایام ولادت با سعادت امام رضا هست. همطوری که در مراسم جشن خودتان ولادت میگیرید برای بچه هاتان، مثلا خانواده، اون کسی که تو در مجلس جشن تولدتان تشریف میارد چقدر برنامه‌ریزی میکنه، چقدر خوش آمد میگه، چقدر خوشحال میشه. به به الان بچه هایی که اومده الان اینا دست بزن امید آقا دست ما کم علی آقا لشکر هست بشینین که بعد انشاءالله برنامه شما رو بشینیم. خب سر جایتان استاد قلب‌هایتان رو میخوام بس کنم به اون شعر امانگی که همیشه از حرم حضرت رضا علیه السلام پخش میشه. انشاءالله که با این شعر دلاتان بره سمت حرم حضرت رضا علیه السلام
خوشنودی قلب مقدس امام زمان آقا جانمون حضرت علی ابن موسی رضا همچنین هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلند ختم کنند. اللهم صل على محمد و آل محمد. عید بر همگان مبارک. دست بزن با کمی کمی مرتب و علی موسی رضا، علی موسی رضا، موقعی بریدنی که گاه همه بگین علی موسی رضا، زن و مرد علی دست نزن، فقط اسم حضرت رضا رو بگین. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، مجری و اخلاص. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، یا علی کبریجا، علی موسی رضا، علی موسی رضا.
آجای بزرگوار کیک ببریم که بعد انشاءالله پخش کنم بعد با ادامه برنامه هستیم. جناب حاجی صاحب مختار بزرگوار آجا سید عزیز تشریف بیارن که این کیک ببرن و همه استفاده کنن. میتونین همه جمع بشین دوره هم انشاءالله. یا علی مدد به جمال دلربای آقا حضرت. نه خب گفتیم که بعد غذا و اینا هست شکم چیز بشید. بفرمایید تشریف برین. آقا سید علوی هر که تشریف بیارن در اینجا از کیک خب از کیک ولادت حضرت رضا علیه السلام آقای وحید جان کامرا رو نزدیک کن انشالله که با دستای برکت این سادات بزرگوار که گریده بشه وسطش چون نواسه از گوشه ببوره. 1 2 3 حاجت ها تا مد نظر بگیریم. وقتی که بخواین کیک ببره چی میگن؟ تولدت مبارک، تولدت مبارک یا امام رضا. بزن کف محکمه. دوباره بزن دسته ها. خدا خیر بده. خدا انشاءالله به همگان خیر و آخرت توفیق عنایت میکنه انشاءالله که در این شب ایام میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام که استفاده کامل را ببریم. بازم تاج محسینی بیاد یک چند دقیقه شعر بخونه و ما در خدمت شما هستیم. یا علی مدد برای خوشنودی حضرت رضا علیه السلام و حضرت صاحب العصر و الزمان بانی و مجلس و نظارگر امشب انشاءالله که حضرت صاحب العصر و الزمان به این جمع نگاه ویژه داشته باشد. صلوات بلند ختم کنید. آقا مصطفی کربلایی اصل کار ما کرد. مریم روش کرده نه؟ روش کرده. بشین البته